وقت نگرانی و مشکلات گرفتار شدی، بهترین رویشگاری است. که این رویش را از کتاب آیین زندگی از اثر دیل کارنگی استخراج کردم. بهترین روش مقابله با نگرانی و اضطراب است. قدم اول، نگرانی خود را شناسایی کنید. اولین قدم برای مقابله با نگرانی شناسایی اون و علت به وجود آمدن آن به طور دقیق و شفاف در ذهن خود مشاهده کنید و آن را تحلیل و تجزیه کنید که قدرت و تأثیر اون کمتر می شود و زودتر مدیریت می شود. قدم دوم، به بدترین حالت موجود آمادگی بگیرید و آن را بپذیرید و تحمل کنید و با خود بیندیشید که در نهایت کار چه میشه و این وضعیت هم زود گذر است و این مشکل پایان زندگی من نیست. قدم سوم، راه حل را کشف کنید. پس از پذیرش بدترین حالت ممکن برای بهبود وضعیت تلاش کنید و تمام انرژی خود را صرف یافتن راه حل ممکن تمرکز کنید و از افراد متخصص مشورت کنید. و اگر این ویدیوها برایت جذاب است، صفحه ما را دنبال کنید.